بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضار عرض کنم خیلی از من سوال کردن که شما برای روز ولنتاین ما عاشق کسی نیستیم، کسی عاشق ما نیست و ناراحتیم. عرض کنم عذرخواهی میکنم شما برای روز نیروی دریایی کشتی نداری ناراحتی برادر من؟ ناراحت نیستی، ناراحت هم نباید باشی. روایت داریم از معصوم میفرمایند که یکی را دوست می‌دارم ولی افسوس که او هرگز مرا نمی‌خواهد. شاید الان متوجه نشید که منظور بنده چه بود. جلسه بعدی عرض میکنم از بانی عزیز ما که این جلسه را فراهم کردن که من این مبحث رو باز کنم، چون خیلی ها به بنده از طریق پیامک، ایمیل، جیمیل، فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ پیام میفرستادن که میفهمیدن که آقا این ولنتاین رو ما چه کنیم. من از بانی خوبمون تشکر میکنم، کافه کارنر لانج واقع در صادقیه، سازمان برنامه غربی، سازمان آب غربی، عذرخواهی میکنم سازمان آب غربی، که این بساط برای ما فراهم کردن که من خدمت حضارمون عرض کنم اینجور مسائل رو. حالا برای جلسه بعدی انشاءالله میذاریم برای مسائل شب عید. خیلی ها سوال دارن در مورد شب عید، اونم سری بعد من عرض میکنم خدمتتون. و من الله توفیق. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.